سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ ایکس امیر هستم. خیلی خوش اومدید به ویدیوی امروز اومدیم دهگان برتر سیزن رو بدیم بهتون که برید خیلی راحت رنج مولتیتون رو لجند کنید و عشق کنید. قبل اینکه ویدیو رو شروع کنیم ممنون میشم ازتون که چنل منو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید که با این کارتون میتونید حمایت بزرگی هم من بکنید. برو بریم برای ویدیو. راحت میزنه نیمیا رو، فقط یه خورده توی رنج خیلی باید ایمتون خوب باشه و یه خوردم رنج رو خیلی ضعیفتر میزنه. اتچمنتی که آوردم میگه واقعا اتچمنت کاملیه، کاملتر از این برای یه SMG نمیتونید پیدا کنید. گفتم تنها مشکلی که داره اینه که رنج رو خوب نمیزنم، توی تست کردم توی رنج یه خورده ضعیفه، ولی واقعا گانه خیلی خفنه. اگه از نزدیک بتونید بزنید خیلی اتچمنتش هم الان براتون میذارم که برید این اتچمنت رو حتما بزنید. و اما گان دوم M13 دلها که خیلی سیزن های قبل باف بود، این سیزن هم میشه باش پلی داد، خوبه، ریکویلش کمتر شده، خیلی اصلا بهتر شده از سیزن های قبل، میتونید استفادهش کنید. این گان من براتون توی هارد پوینت تست کردم، توی سرچ زیاد جواب نیست و جا هارد پوینت باز این خیلی به دردشون میخوره، به خاطر اینکه واقعا انمیو من کم 4 شات میکنه. خیلی گان خفنه این گان، حتما اونایی که هارد پوینت پلی میدن بردارن، اتچمنتش هم توی ویدیو 100% گذاشتم براتون که عشق کنید. تنها مشکلی هم که این گان داره اینه که از گانای SMG یا همون اساس رافلایی که هستن و خیلی سریع تیم زنم مثل BP میخوره، این هم اتچمنتشه خیلی باید که داشته باشیم. گان سوم BP50 که دیگه واقعا با سیزن نمیشه جلوش بازی کرد. نظر من این گان رو بردارین، گانی که واقعا رنج رو میزنه، هر کاری میکنه براتون. اتچمنتی هم که گذاشتم براتون اینجا این هر کاری میکنید با این BP میتونید واقعا انجام میدید. یه جا یعنی ایم بگیرید دیگه یارود اصلا نمیتونه فکر کنه، فقط باید بمیره. خیلی گان خفنیه، گانیه که واقعا میتونید ازش استفاده کنید، توی هر مپی هم میتونید واقعا استفادهش کنید. از نزدیک میزنه، همونطور که میبینید دور میزنه، واقعا رم 7 یا به قول خودمون رم 7 گانیه خوبیه، فکر کنم کابوس رگ پلیرهای این سیزن باشه. خیلی گان خوبیه، یه دونه این گان، یه دونه گان آخر ویدیو بهتون میگم. این دوتا گان واقعا گانایی هستن که میتونید باهاشون هر مچ پلی بدید و کیلای خوشگل زیاد بگیرید. همونطور که میبینید اینجا ایس میکنید، توی سرچ اندستروید راحت میتونید ایس بگیرید باهاش اگه بازیت خوب باشه. خیلی گان خفنیه، اصلا گانیه که رنج رو میزنه، نزدیک رو میزنه، هر کاری میکنه. و برای این گان اگه توی سرچ اندستروید بازی میکنید دل سایلنس بذارید که واقعا یارو اصلا صداقتون نمیشه. اینجام که منو میزنن، اتچمنتش هم گذاشتم توی این ویدیو براتون. و این نایف هم که 100% توی همه گاناتون بذارید، واقعا نایف خوبیه، مخصوصا هارد پوینت بازامون بعضی جا واقعا نایف نیازن. اینجام که دیگه 3-4 نفر رو من میزنم و قسمت میاد توی صفحتون. خیلی گان خوبیه، به نظرم برش دارید. گان بعدی همون AK47 که سیزن های قبل قدیمی بازا میدونن چه گولی بود قدیما، سیزن هم باف خورده، خیلی خوب شده. با این اتچمنتی که بهتون میدم خیلی خوبه. لژند و ایناش هم فرق نداره، حالا این لژندا رو فیل داد، رایگان دادش، اکتیویژن، حالا میتیک داره خیلی بهتر، ایم بهتری داره، ولی واقعا این خیلی گان خوبیه. این دیگه که 117 آمد، خیلی از گانا رو براتون نذاشتم دیگه، اونا همیشه باف هستن، مثلا اینکه 117 گروه اینا همیشه باف هم و نیازی نیست اتچمنتی برای بزنی، اونا رو خالی هم بزنی
میزنم واقعا. قان نیست این قانای جدیدی که تست شده و چیزا واقعا خفنی بودن و همشون جوابه، مخصوصا برای هاردکور بازا، حتی سرچ اند دیستروی بازا، چون قانی نیست که کم بیاره. این 47 که واقعا سیزن‌های پیش خدا بود دیگه، خدا خیلی نرفش کرده بودن. این سیزن هم میگم باف شده، حالا فکر کنم به خاطر این لژندی بود که رایگان داد یه خورده بافش کرد که راحت‌تر بتونیم استفاده کنیم ازش. آره اینم بردارید، این اتچمنت با این اتچمنت ها واقعا میتونید یه هفته لژند کنید. اینم اتچمنتش. گان بعدی یو اس اس 9 دیگه. این گان واقعا تعریف نیاز نداره، گانیه که همه کالا پلیرها دیگه از این گان بعدشون میاد، ولی اگه میخواید واقعا رفتار کنید این گان استفاده کنید. 2 شات می‌بینید، یه دونه هد میخوره، یه دونه بادی، 100% 2 شاته، یعنی یارو اصلا نمیتونه خیلی گان خوبیه. این اتچمنتی هم که براتون تست کردم اتچمنت هایی بود که سیزن های قبل هم استفاده میشد، ولی واقعا گان نیست که نرف بشه. هنوز این با این گان خیلی کارا داره و خیلی هم گان فشاریه. اگه رو میکشم مطمئنم فشاری میشید، خودتون تست کنید. ولی گانیه که اگه واقعا میخواید رنگ خوب کنید گانی که بزنید. 2 شات زیاد بخواید باش بزنید، 3 شات برای یه اسالت، ولی فکر کنم اشتباه نکنم اسالته. خیلی گان خفنیه. نه ببخشید اس ام جیه، خیلی گان خفنیه. میرسید به اولین اسنایپ این بازی، تندرا. یه اسنایپی که واقعا میتونم بگم چم چم داره جای دیل رو میگیره. اتچمنت دیل هم تو این ویدیو دارین. اینم واقعا اسنایپ خوبیه، وانشات 100%. ولی باید بالاتنه رو بزنی که وانشات کنه، پایین تنه خورده ایراد داره. ولی یه اسنایپ بردم توی این اتچمنت ها پایین تنه رو وانشات میکنه، ولی یه خورده سنگینه، باش نمیشه زیاد موومنت زد آنچنان نه، ولی گان خوبیه. این گانم بردارید اگه اسنایپ میتونید خوب بزنید. اتچمنت کلت براتون نذاشتم، کلت همینطوری داشتم تست میکردم، گان خوبی نبود. اگه خوب بود میذاشتم کنارش هم یه نایف خوب بذارید که راحت میتونید باز موومنت بزنید، اینطوری راحت تر میتونید اسلاید بزنید و یارو بزنید. گان خیلی خوبیه اگه بتونید ازش استفاده کنید. نه بریم سراغ گان بعدی، چاپر. این سیزن واقعا چاپر قوی شده. نمیدونم بعد پخش این ویدیو خودمون آسیب میبینیم یا نه، ولی واقعا چاپر باف شده و نمیشه همکاریش کرد. هر گانی جلوش بکشی احتمال به، چون چاپر گانیه که دور رو میزنه، نزدیک رو میزنه، خیلی گانه گولی شد اصلا این سیزن. بافی داده اکتیویژن به این که واقعا نمیشه جمعش کرد. با این گان احتمال میدم خیلی از رنگ ها راحت لژند بشه. خیلی گان خوبیه. بعد اتچمنتش هم براتون گذاشتم، ولی به این 10 تا اتچمنتی که میخواید بذارید اینو 100% بذارید. خیلی خوب رنگ آپ میتونید باش کنید. من خودم با این رنگ همو خیلی بردم بالا، خیلی گانه خفنیه و الان اتچمنتش رو براتون میذارم. گانه خوبیه، 100% استفاده کنید. بازم نایف رو میگم، نایف دیگه هم میتونید استفاده کنید. من این نایف رو استفاده میکردم چون همونطور که همه میدونن تبرم نایف سنگینیه. پیش چاپر من گفتم بنده شب بکنم، ولی خب تبرم چون سنگینه نمیشه باز رو دیسلایک زد. ولی خب چاپر لامصب خودش سنگینه، ولی یه اسلایدر میشه باهاش زد که آدم باورش نمیشه. این هم اتچمنتش رو گفتم واقعا دیگه این دیگه گول مرحله آخره. اگه با این گان نتونید بزنید که 100% میتونید بزنید، اصلا من نمیدونم در مورد این گان چی بگم. بپرید بزنید، بشینید بزنید، هر کار باش بکنید میزنه، اصلا شوخی نداره. از BMP که اول کار بهتون دادم خیلی قوی تره. SMG که میتونم بگم این شل رنج هم بزنه، با اینکه مثلا 6 9 همه به شورت میشناسن، یعنی مکان فاصله های نزدیک رو میزنه، ولی واقعا این اتچمنتی که من گذاشتم اصلا هر جایی رو میزنه.
میتونید باش توی سرچ بازی کنید، توی هاردپوینت بازی کنید. نایف کنارش هم سعی کنید یه نایف سبک بذارید که راحت‌تر بتونید بزنید. اتچمنتش هم گذاشتم براتون توی این گان. این گانم خیلی خوبه، به نظرم استفاده کنید. همون گانی که بهتون گفتم بهتون میدم. این گان خیلی خوبه، SMG که واقعا من راضیم ازش استفاده میکنم. این هم اتچمنتش و 100% این هم استفاده گان هستش که گان خوبیه. دیگه هر سیزن DLQ باید بین 10 گان برتر باشه. حالا این نایفی هم که من گذاشتم کنارش استفاده میشه تو داخل اینجور مپای کوچیک و گان خیلی خوبیه DLQ. یا DLQ اسنایپیه که از اول بوده. این خیلی از اسنایپایی که جدیدن اومدن مثل تندرو اینا گان خوبی هستن، اسنایپای خوبی هستن، ولی من میتونم این DLQ چون قدیمی هستش، مثل لوکاس اینا قدیمی هن، خیلی خوب میزنن. نمیدونم واقعا چی بگم، ولی لوکاس رو براتون نذاشتم چون لوکاس وانشات نمیکنه این سیزن. واقعا وانشات اصلا خیلی از جاهای مولتیاس میبینید وانشات نمیشه. بخاطر این براتون نذاشتم که راحت‌تر یکی رو براتون نذاشتم که راحت‌تر بتونید مپا رو پلی بدید. خیلی گان خوبیه. مپای بزرگ کوچیک هم فرقی نداره. بالاخره دیگه DLQ همه میشناسن، جای تعریف بیخودی نیست و یه اتچمنت خاصی هم داره دیگه. DLQ هر سیزن براش عوض نمیکنه. نیست این اتچمنت رو من میتونم این 3 سیزن پیش هم استفاده میکنم و واقعا خوبه. جوابه سبک قشنگ میزنه، عالی. اصلا نمیدونم چی بگم در موردش. اتچمنتش هم حالا چقدر طول کشید بیاد، ولی خب اتچمنتش هم گذاشتم براتون استفاده کنید ازش. تو مپ های گوناگون ازش استفاده کردم همونطور که میبینید. واقعا گان خیلی خوبیه، کم نمیاد. تا اینجا 2 نفر اومده بودن کری منو بگیرن ولی ادبشون کردم. این هم اتچمنتش خیلی گان خوبیه. این همون اسنایپیه گفتم از پایین تنه هم بزنید وان شات. واقعا اسنایپ گودیه، فقط یه خورده سنگینه. سعی کنید باش زیاد فست اسکوپ نزنید. فست اسکوپ هم میخوره، نمیگم نمیخوره، ولی چون سنگینه اگه طرف SMG داشته باشه خیلی راحت سری میزنتتون. ولی خب تنها خوبیش اینه که این گان واقعا وان شات. یعنی با فست که میخوای بزنی بخوش باید اینو باز نگه داری تا یارو بیاد جلو ایمت، وگرنه غیر این صورت اگه SMG داشته باشه. در این سیزن هم که SMG دیگه از همشون بافتره. اصلا اسالت، اسنایپ اینا همشون یه خورده نرف شدن، ولی SMG های این سیزن خیلی باف شدن و این که بخواین جلوشون بازی کنید یه خورده کارتون رو سخت میکنه. توصیه منم همینه بهتون، SMG ها رو بردارید. SMG گانه خوبی هن. حالا این 10 تا گانی که من گذاشتم 10 تا گان لودات خودمه، خیلی قابل اعتمادن، هیچ باشون کم نمیاره که با گانای اینجا فسسکوپی که میزنم بازی. اگه با گانای مختلف بازی میکنید میتونید اینا ازش استفاده کنید. گان خوبیه. بعد همین، این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. ممنون میشم ازتون. لایک، کامنت، سابسکرایب رو بزنید و اینکه این کارتون حمایت بزرگیه از من. و اگه خوشتون اومد از این ویدیو توی کامنت ها حتما به هم بگین که ویدیوهای بیشتر براتون بذارم، گانهای مختلف، بررسی های بتل پس، هر چی بگید من انجام میدم. و تنها کاری که باید کنید لایک و کامنت و سابسکرایب و این کامنت